روز بزرگ عصای توانمند سفید مبارک باشه، دست مبارک بزنید. این برنامه خوب، این مؤسسه پر افتخار شهرمون هم تشکر میکنم. میهمان امروز ما مؤسسه شهدای شمخانی می باشد. آقای علی نژاد از مدیران زحمتکش و اولین مدیران تکما بوده است. هرچقدر علی نژاد رو دوست دارید جانانه تشویقش کنید. منابع خودم خیر مقدم عرض میکنم خدمتشون. هم روز جهانی عصای سفید رو خدمت همه دوستان و بزرگواران نابینا و کمبینا تبریک عرض میکنم. خدا رو شاکرم که عمری باقی مون 2 سال دیگه هم خدمت شما بودیم. یک مرد دوست داشتنی، یه نفر که در اصطلاح خودمانی به اون میگوییم انسان خوب، جناب دکتر عبدی تشریف میارن به روی صحنه. بله، ریاست بهزیستی شهرستان آبادان هستن. خانومی که عصای سفید به دست داشت اما در آزمون کنکور در رشته سخت پزشکی قبول شد. سرکار خانم جنان هلالی را هیچ بی‌امکاناتی، هیچ محدودیتی نباید جلوی شما رو بگیره و من شخصا میتونم تضمین کنم هیچ تلاشی بدون اینکه جواب داده بشه صورت نمیگیره. خیلی ممنونم ازتون، متشکرم، به افتخار خودتون. چشماتو ببند بیا زیر تو بالناس فرحانه قلو الدنيا بردانه بالناس فرحانه من فرحتنا حيرانه شوف الناس فرحانه قلو الدنيا بردانه بالناس فرحانه من فرحتنا حيرانه دستو بره بره بالا يزلي يزلي كن هالا دستو بره